علیخان هستم، خواهر جاویدنام امیرجواد اسدزاده که آبان سال گذشته در جنایت‌های جمهوری اسلامی کشته شد. شنبه این هفته، شنبه 27 ژانویه ساعت 1 بعد از ظهر با هم همصدا میشیم علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی، علیه کشتار این رژیم غاصب. نمیذاریم جوانامون که سال گذشته نور امید رو تو دلمون روشن کردن برای ما رفتن توی خیابون تنها بمونن. هممون کنار هم همصدا میشیم به همراه میلاد محمدی عزیز، برادر شهریار محمدی. کنار هم هستیم، صدای زندانیان سیاسی هستیم و نمیذاریم که این دومینوی کشتار ادامه پیدا کنه. شعار فراخوانتون چیه و از مردم که میخوان شرکت کنن میخواید با خودشون چی بیارن، چه کنند؟ شعار ما نه به جمهوری اسلامی هست. نه به جمهوری اسلامی ما را از خیلی از نهادهای دیگه راحت میکنه. من همیشه اینو گفتم، یعنی نه به اعدام، نه به کشتار، نه به عدم آزادی بیان و خیلی از نهادهای دیگه. شعار ما نه به جمهوری اسلامی هست، ولی در این تجمع اختصاصاً برای همصدا شدن، برای جلوگیری از کشتار زندانیان سیاسی کنار هم جمع میشیم.